سلام بچه ها، اومدیم با آموزش گرفتن 6.5 میلیون کوین که البته همشو نمیتونیم بگیریم، تقسیم میشه بین برنده های تورنمنت که حالا بهتون میگم چجوریه. این تورنمنت جدیده که میبینید اومده، فقط باید ریجیتون ژاپن باشه، وگرنه اگه نباشه اصلا نمیاد براتون. وقتی واردش بشین 3 تا مرحله داره که البته من رفتم همون اولش که وارد بشین و شهرتون رو انتخاب کنید از یکی از شهرهای ژاپن که من توکیو رو انتخاب کردم، بهترین شهره و بیشتری هم همین رو انتخاب کردم و فعلا اوله توی مسابقه. بعد مرحله دومش هم 50 تا کوین میده. مرحله سوم هم که آخریه، از آخر معلوم میشه که کیا برنده شدن. احتمالا همین اول شه. به تیم اول 6.5 میلیون، شهر دوم 4 میلیون، شهر سوم به بعد دیگه 3 میلیون، 2 میلیون و 1 میلیون. پیشنهاد میدم شهر توکیو رو انتخاب کنید، بهترین شهر تا الان. حالا اگه میخواین که مثلا یکم مطمئن تر باشین اینا، چون تعداد خیلی زیاد تو توکیو، شهر دیگر هم میتونین بردارین، ولی خب توکیو بهتر. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.